میخوام بهتون ثابت کنم زمین چقدر سود داره. این که الان میخوام بهش زنگ بزنم یکی از مشتری قدیمیامونه. زنگ بزنیم ببینیم چی میگه. بله بفرمایید. سلام خانم یزدانی. سلام. احوال شما خوبین؟ مرسی به متشکرم. جا آوردین؟ خیر فرجی هستم خانم یزدانی، آینده شمال. به جا نیاوردم. بابا زمین خریدی از همون 2-3 سال پیش. آها سلام، احوال خوبین؟ شما؟ قربون شما، سلامت باشین. همسرتون خوبن؟ شما سلامت باشین. شما خوبین؟ قربون شما، سلام برسین. سلامت باشین. جانم در خدمتم. خانم یزدانی قرار است از مزاحمت وقتتون هم زیاد نگیرم. اون شهرکی که شما خریداری کردین، ما امروز یکی از مشاورامون مشتری برده بود برای یکی از ویلاهایی که ساخته شده. خب بله. این بنده خدا زمین شما رو دیده، فقط شما نساختی تو اون شهرک. خب بعد گفتش که آمار زمین رو گرفت، گفت چجوریه برای فروش هست و اینا. من گفتم میشناسم مالکشون رو، اتفاقا از خود ما خریدن، هیچ کاری هم نکردن هنوز داخل زمینشون. تماس گرفتم ببینم قصد فروش اونجا رو داری؟ واقعیتش نه. الان قیمت چجوره اونجا؟ شما چند خریدی از ما؟ حالا من 2 سال پیش اگر اشتباه نکنم حدود 500 تومن. حدود 500. این بنده خدایی که الان اومده اونجا رو دیده، بعد پرداختیش هم نقدیه، تا 2 میلیارد و 500 هم هزینه میکنه بابتش. 200 متر بود دیگه، درسته؟ بله بله. تا 2,500 هم هزینه میکنه نقدی. خواستم ببینم اگر که تمایل داری قرارشو بذاریم براتون. درسته. آقای فرجی بودین دیگه؟ بله درسته؟ بله. آقای فرجی واقعیت چند ماه پیش اومده بودم که 15 تومن هم میخواستن ازمون، منتهاش حالا همسرم موافقت نکرد بابت این موضوع. یعنی 3 میلیارد اونجا رو از شما میخریدن؟ 2 خورده نزدیک به 3 میلیارد ازمون میخریدن. اتفاقا خوب شد تماس گرفتیم، چون میخواستم تماس بگیرم خدمتتون که بگم که برای ساخت و ساز چجوری الان وضعیت به چه صورته. مشکل نداره، برای ساخت و سازش اگه میخوای اقدام کنی، حالا میخوای با ما کار انجام بدین؟ بله دیگه، حالا از شما خرید زحمتشم با خودتون. سلامت باشی. مشکل نداره، من میگم بچه‌ها تماس بگیرم باهاتون، شرایطش و اینا رو خدمتتون اعلام کنن. بعد یعنی بالاتر هم مبلغ بالاتر هم پیشنهاد بده بهتون، انجام نمیدین؟ حالا واقعیتش نه، الانم که شهرک تقریبا ساخت و سازش تموم شده و نه برای خودمون می‌خوایم ساخت و ساز کنیم، همسرم هم موافقت نمی‌کنه. خب میخوای استفاده کنی پس به سلامتی. بله. ایشالله که خیر باشه برات. سلامت باشی. پس من شماره‌تون رو میدم بچه‌ها تماس بگیرن، راجع به ساختش و اینا هم باهاتون شرایطشو بگم بهتون و باهاتون صحبت کنن دیگه. برنامه‌شو خیلی ممنونم، زحمت کشیدید. قربون شما، ببخشید مزاحمت شدم. خواهش می‌کنم. سلامت باشید. سلام برسونید. سلام برسونید. قربون شما، خدا نگهدار. خدا. دیدی گفتم